روایات ارتداد صحابه در منابع شیعه و تناقض آخوندها. خب از اون طرف آقا میاد میگه آقا شما میگه تمام صحابه مرتد شدن غیر از 4 نفر. اگر روایت خب بفرمایید. نسبت به صحابه عقیده شیعه شما ببینید، برای شما عرض کنم در کتاب رجال شیخ طوسی 488 نفر از صحابه را مرحوم شیخ طوسی آورده. 488 نفر از صحابه را مرحوم شیخ طوسی آورده. از این 488 نفر 176 نفرش توثیق کرده، میگه اینها روایتشون معمول به عند شیعه هست. بله. بعد برای شما عرض کنم در اصحاب امیرالمؤمنین از صحابه 436 نفر را آورده، گفته 187 نفر از اینها چیان مورد وثوق هستند و قابل استناد روایاتشون. یعنی 176 نفر از صحابه در اصحاب نبی و 180 یعنی حدود 360 نفر 370 نفر رو شیخ طوسی توثیق کرده. یعنی ما به روایات این 370 صحابه عمل میکنیم. حداقل 300 تا از صحابه روایاتشون در نزد ما حجته. این آقا میگن 3 تا 4 تا معلومشه اینها جز حرفهای بی اساس بی پایه چیز دیگری نیست. ما که میگیم ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، بی خود که نمیگیم که یکی دوتا نیست اصلا. تحصیل رسول الله با رسول الله مکه رفتن، جاهای رفتن، نماز خوندن، جنگ کردن، چه کردن، پیغمبر سرش گذاشته می 3 نفر موندن. که قرآن کریم اینها رو اینطوری مذمت کرده که مردم صحابه برای شما حجت نیست، صحابه عده مردمی که تا دم آخر بت پرست بودن و اون وقت به زور یا عدهشان مؤتلفة القلوب به خاطر پول به خاطر دنیا آمدن مسلمان شدن. عمار بعد از توطئه سقیفه میبینیم که به فرموده امام باقر علیه السلام که میفرماد ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز 3 نفر که سلمان و مقداد و ابوذر. سائل میپرسه ابن رسول پس عمار چی؟ میفرماد خدا رحمت کنه عمار دوچار یک تردیدی شد ولی به سرعت برگشت. ظاهرا امام در ادامه میفرماد بین اون 3 تا هم 2 نفر باز به نوع دچار تردید شدن و 1 نفر باقی موند که مقداد بود که بینندگان عزیز، دروغ، تلبیس و انکار حقایق از ویژگی‌های این آخوندان رافضی است، چرا که اساس مذهبشون بر دروغ یعنی تقیه بنا شده است. لذا هیچگاه نمیتوان سخن راست آنها را از دروغشان تفکیک نمود. به همین دلیل در بسیاری از موضوعات تناقض در نظریاتشان آشکار است. چنان که در این کلیپ ها مشاهده نمودید، آقای قزوینی روایات ارتداد صحابه رضی الله عنهم را انکار کرده و آنها را حرفهای بی پایه و بی اساس می‌خواند. و البته شاید این کلام هم از روی تقیه بوده باشد، اما آخوندهای دیگر به این امر اذعان نموده و تمام صحابه را جز چند نفر مرتد می‌دانند. در کتاب‌های معتبر شیعه درباره اعتقاد شیعه در موضوع ارتداد صحابه رضی الله عنهم که آقای قزوینی آن را حرف‌هایی بی‌پایه و بی اساس می‌خواند، روایت‌های زیادی وارد شده است که تمام صحابه جز 3 نفر مرتد شدند و در روایاتی مشابه از چند نفر دیگر نیز نام برده شده است که دست از ارتداد برداشتند. اما به هر حال این حکم ارتداد بر تمام صحابه جز 3 نفر و یا 7 نفر در بسیاری از منابع معتبر شیعه چون کتاب الکافی، بهار الانوار، مستدرک الوسائل، الاختصاص، رجال الکشی، تفسیر العیاشی، تفسیر البرهان، تفسیر الصافی، تفسیر نور الثقلین و غیره وارد شده که آن را هم به دروغ به ائمه نسبت دادن که ما به چند روایت من باب مشت نمونه خروار اشاره می کنیم.
1. در الکافی جلد 2 صفحه 348، بهار الانوار جلد 22 صفحه 440، الاختصاص جلد 3 صفحه 13 از ابو جعفر رحمه الله به دروغ روایت شده است که ایشان فرمودند ارتد الناس الا 3 نفر، سلمان و ابو ذر و المقداد. جز 3 نفر که سلمان و ابوذر و مقداد است دیگران مرتد شدند. 2. در الکافی جلد 2 صفحه 347، بهار الانوار جلد 22 صفحه 345، مستدرک الوسائل جلد 7 صفحه 398 از همران ابن اعین روایت شده است که گفت قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها، فقال ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده 3. به ابو جعفر علیه السلام گفتم فدایت شوم، ما آنقدر کم هستیم که اگر بر گوسفندی گرد هم بیاییم نمیتوانیم همه آن را بخوریم. وی گفت آیا تو را از چیزی عجیبتر آگاه نکنم؟ همه مهاجران و انصار رفتند، یعنی مرتد شدند، و با دستش اشاره کرد که جز 3 نفر. 3. در الکافی جلد 2 صفحه 348، بهار الانوار جلد 22 صفحه 440، رجال کشی صفحه 11، معجم رجال الحدیث جلد 4 صفحه 223 از ابی بکر حضرمی روایت شده است که امام باقر رحمه الله فرمود ارتد الناس الا 3 نفر، سلمان و ابو ذر و المقداد. قال قلت فعمار؟ قال قد كان جاض جیدة ثم رجع. همه مردم مرتد شدند جز 3 نفر، سلمان، ابوذر و مقداد. من گفتم پس عمار چه؟ گفت او نیز اندکی منحرف شد اما بار دیگر برگشت. این روایات ساختگی در حالی منتشر می گردد که الله متعال کسانی را که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و با او هجرت و جهاد نمودند و کسانی که آنها را جای دادند و نصرت نمودند، یعنی مهاجرین و انصار، مؤمنان حقیقی دانسته و می‌فرماید والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. و آنان که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه الله جهاد کردند و کسانی که مهاجران را پناه دادند و یاریشان نمودند به راستی مؤمنان واقعی هستند و از آمرزش و روزی نیک و فراوانی برخوردار خواهند شد. چگونه ممکن است مؤمنان حقیقی که الله متعال به آنان وعده بهشت می‌دهد بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرتد شده باشند؟ آیا الله متعال آن هنگام که به آنان وعده بهشت و مغفرت میداد از آینده آنان خبر نداشت؟ حال قضاوت با شماست که سخن الله متعال را میپذیرید یا روایات دروغینی را که کینوتوزانی مغرض به دروغ به ائمه علیهم السلام نسبت میدهند. آقا میاد میگه آقا شما میگه تمام صحابه مرتد شدن غیر از 4 نفر. اگر روایت خوب بفرمایید. فرموده امام باقر علیه السلام که میفرماد ارتد الناس بعد النبی الا 3، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز 3 نفر که سلمان و مقداد و ابو. این آقا میگن 3 تا 4 تا معلوم میشه اینها جز حرفهای بی اساس بی پایه چیز دیگری نیست. ما که میگیم
ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، بی خود که نمیگیم که یکی دوتا نیست اصلا. آقا میاد میگه آقا شما میگه تمام صحابه مرتد شدن غیر از 4 نفر. اگر روایت خب بفرمایید. عصر رسول الله با رسول الله مکه رفتن، جاهای رفتن، نماز خوندن، جنگ کردن، چه کردن؟ پیغمبر سرش گذاشته می 3 نفر موندن.